صدام خوبه؟ آره خوبه. لباسم سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که عالی باشین. خوش اومدید به چنل من و اولین ویدیو لانگ یوتیوبم. من سپیدم. امسال قراره که برم دانشگاه و عاشق یوتیوبم. دلم خواست که ولاگ بذارم و حالا قراره که خیلی کارا با هم بکنیم و اونجا که میبینین اتاق خواب منه که بغلش اتاق مامانم ایناست، ولی خب اون اتاق منه و تو محتوا قراره که تو اون باشه. گفتم که بهتون نشون بدم. الان برام یه بسته رسیده از البا، خیلی جذابه. میخوام بهتون محتویات داخلش رو نشون بدم و همین دیگه. من بازش کردم. فکر کنید که باز نشده چون واقعا خیلی کنجکاو بودم. فکر کنم 9 صبح آورد و من اینجوری بودم که بخوابم یا برم بسته رو باز کنم. گفتم من بسته رو باز کنم و باز کردم. حالا اولین چیزی که سفارش دادم لنز از همینی که توی چشم میبینین، لنز آبی رنگ. این تایمش گذشته بود، 6 ماهه بود. این سری 1 سالش رو سفارش دادم، خیلی خوشم اومد. برام یه همچین هدیه گذاشتن. این آخریه یکی از بهترین چیزایی بودش که تا حالا تو عمرم سفارشش دادم و این چیزی نیست جز حدس بزنید چیه. حدس بزنید. این بچه‌ها موژه الباست که چشاتون رو خیلی کشیده میکنه و داخل عکسی که دیدم اینجوری بودم که واو اینو من باید بخرم. حالا قیمتاشم یادم میگم الان. اینم به این صورته. چجوری بهتون نشون بدم؟ این شکلیه. بازم خیلی کیوته، همچین پکیجینگی دارن. و حالا قیمتاشون لنز البا که آف خورده بود شده بود 750 1 سالش. 250 موجه رو گرفتم. اینم هدیه برام گذاشتم و قیمت اصلی اینا فکر می‌کنم که 100 تومن باشه. قیمت اصلیش. اینو برام هدیه گذاشتن. متشکرم. حالا از همه اینا که بگذریم، من بعد تا قبل از شروع دانشگاه بازسازی اتاقمو تموم کرده باشم. الان میخوام نهار بخورم چون یه 2 ساعتی بود داشتم تیک تاک میگرفتم دیگه، خیلی خسته شدم. بعد از نهار یه سری لوازم تحریر گرفتم، میخوام اونا رو بهتون نشون بدم. واسه دانشگاه گرفتم مثلا بچگونه استیکر و اینا گرفتم، ولی خب الان خیلی گشنمه دیگه نمیتونم صحبت کنم. بعد از اون میام با هم حرف میزنیم. دیشب نتونستم ویدیو بگیرم بیشتر چون که برقامون رفت و من گوشیم باتری نداشت و کلا دیگه اینجوری بودم که مال یه روز میخوام ولاگ بگیرم، ولی خب اشکال نداره. الان من اینجا و اینکه وقت ترمیم ناخون دارم، قراره که برم اونجا. بعد از اونم باید برم کتابایی که از کتابخونه گرفتم و پس بدم. 3 تا کتاب گرفته بودم. حالا صبر کنین. این 3 تا رو گرفته بودم. یکیش افراد موفق چگونه پیشرفت میکنن، فوق العاده بودم اون وقت نکردم بخونم. یکیش قلعه حیواناته که من اینو با اون یکی کتاب قاطی کرده بودم. این اون نیست. یه دونه دیگه هست نمیدونم چیه، حیواناته، ولی خب اونم باحاله اگه پیدا کردیم بخونین. و اینکه آخریش هم که اثر مرکب دیگه همه خوندن. و اینکه اون لوازم تحریری که گفتم بهتون نشون میدم و برم بیارم. میخوام بهتون نشون بدم. جاستس یه دقیقه وایسین. من میخوام برم دانشگاه. بذارید بهتون نشون. اینم که میبینیم بچه مانتومه ها. میخوام برم ناخونمو درست کنم، گفتم اونجا بذارمش. اولین و کولترین چیزی که گرفتم. به نظرم خیلی گوگولین واقعا. خیلی دوستشون دارم. بعد حالا شاید باورتون نشه اینا رو همه رو با هم خریدم 95 تومن. قیمتش شوکه کننده بود واقعا. 3 تا برچسب گرفتم. به سن و سال نیست. من میخوام برم دانشگاه ولی انگار میخوام برم
مهد کودک این هم هست. و بچه اینا رو دونه 37 گرفتم برجستن. اینو که 10 تا هم توش داره و کره خیلی هم خوشگل‌تره. اینو گرفتم 30 تومن، هم خوشگل‌تره هم کلا بهتره. بعدی این جامعه دادی گرفتم. اینو گرفتم 85 تومن. قیمتش خیلی شوکه کننده بود و مناسب ترین چیزی که واسه دانشگاه خریدم همینه. جنسش هم خوبه. دارم به ساعت نگاه میکنم که یادم نره ساعت 4 بعد برم برای ترمیم ناخن. البته تایمم ساعت 3 بود اما بهم گفتش که 4 بیا. منم گفتم که ویدیو میگیرم. So happy. English Times ادا در نیار دختر. بعدی اینو گرفتم از این برچسباز. صبر کنیم بهتون نشون بدم. اینقدر ذوق دارم 10 دفعه تا الان به مامانم نشون دادم، با اینکه با مامانم رفتم خرید اینا رو خریدم، ولی باز هر روز دارم بهش نشون میدم و به شما هم نشون میدم. چی بهتر از این؟ این شکلیه، کلی برچسب اینطوری. So happy. چیزای دیگه ای که گرفتم خیلی مناسب دانشگاه، مثل این دفتره دیگه مناسبه دیگه. یه دفتر دیگه هم گرفتم اینطوری. من به اینطوری میخوام لوس بشم میگم اینطوری و فکر میکنم خیلی بامزه است. نمیدونم چرا این فکر میکنم اصلا بامزه نیست ولی اینطوری. در هر حال اینم گرفتم از اینایی که تخت شاسی داره این شکلی و برگر رو اینجوری میذاری اینجا. سرش هم اینا رو هم گرفتم. واقعا مامانم همش داشت مقاومت میکرد که اینا رو نگیری یکم بزرگ شو، ولی من گوش نمیدم. و اینا رو خریدم. بچه همش با هم شد 150 از همینایی که همه جا میبینین. خب این مدلش رو من خیلی دوست داشتم ولی امروز اینا رو انداختم که حالا بعدن شد. این هم 150 بود. اینم این شکلی بود. خیلی خوشگلم به نظر. بچه یه چیزم بگم راجع به کسایی که حالا پوستشون جوش میزنه و اینا. من روزی که رفتم اینا رو بخرم یه چند تا محصولات پوستی هم خریدم. حالا بهتون نشون بدم یا ندم؟ بذار نشون بدم. و فکر کنم خیلی هم بهتون کمک کنه سر اینکه حالا اگه جوش دارید این کارو کنید اون کارو کنید. صبر کنید بیارمشون. اول اینکه بچه‌ها من واسه پوستم که مشکل هورمونی داره و جوش میزنه الان دیگه قطع شده. قرصی که میخورم اسپرینولاکتون که قرصی که دکتر باید براتون تجویز کنه با توجه به هورموناتون. این قرص رو تجویز میکنه و اکثرا هم کسایی که حالا جوش میزنن مشکل هورمونی دارن جز این قرص دیگه‌ای بعید میدونم دکتری بخواد بده. و اینم بگم که سرم اوردینری هم خیلی بهم کمک کرد. من حالا یه دونه ازش دارم، اینو دیگه باز نکردم ولی ازش که دارم خیلی راضیم. اینکه اصلا نمیذاره جوشتون التهاب داشته باشه، التهابشو میگیره و اینا. خیلی خوبه کلا. واسه جای جوشتون هم خوبه اما زیاد نه. بیشتر واسه التهاب جوش و اینا خوبه و نمیذاره جوش بزنی. بعدی ترمیم کننده اونه که دیگه همه جا این بود. فوق العاده است. باورم نمیشه انقدر خوبه. اینو 850 گرفتم. سرم اوردینری رو 750 که به نسبت کیفیتی که بهت ارائه میدن ازم خیلی خوبه. جای جوشتون حتی توی یه روزم بچه‌ها میتونه ببره، انقدر قویه. حالا بستگی داره چقدر جای جوشتون تیره یا کم رنگ باشه. باشه این به این که حالا دارم نقد و بررسی میکنم محصولات واسهتون، یه چیزم بگم راجع به روژگونه شیگلم. اسمش قشنگه، پکیجینگش هم خوبه، رنگش هم خوبه، اما وقتی میزنی انگار که مثلا تینته، همون لحظه فید نکنین میچسبه و این نکته رو من دوست نداشتم. و تو ایران ما چون تو تحریمی خب یه قیمت هنگفتی میاد رو محصولات، قیمت اصلیش انقدر نیست، چند دلار باشه نهایتا. من پد شیگلام هم گرفتم، بیوتی بلندرش رو، یعنی ازش خیلی راضیم. این برخلاف روژگونش از بیوتی بلندرش خیلی زیاد راضیم. حالا من استفاده کردم، قبلا یه ویدیو دیگه ازش گرفتم، من اینجا میذارم واسهتون که از نزدیک بافتش و اینا رو ببینین. یه جوریه که کرم پودر رو پوستتون میخوابونه، کرم پودر رو اصلا نمیخوره و در این حال که نمیخوره در نچرال ترین حالت ممکن بلندش میکنه. باور کنین بهترین چیزی میتونه باشه که تا حالا واسه میکاپتون خریدید. همین دیگه. الان میخوام آماده شم، میخوام برم واسه ناخونام، یه دونم شورتس میخوام بگیرم واسه یوتیوب.
حالا بریم ببینیم چی بپوشم. مانتومو که انتخاب کردم ولی شلوار میخوام اینو بپوشم این شکلی. یه دونه صورتی دارم، باید ببینم با اون بهتره یا با این. حالا اول این رو تست میکنیم. اینو قراره در رما این شکلی میشه با این. آره این خوب شد. این اکسسوری رو انداختم، خوب شد. و یکم مثل کنم گونه هام نیاز به سرخ شدن بیشتر داره، پس راست صدا در نیاری نمیشه. با دست دوستان واقعا چون گونه قرمز انقدر رو صورت تاثیر داره باورم نمیشه. بگم رو بینیم میزنم، رو بینیم رو باید با براش بزنم، اونو تو اتاق میزنم. حالا من دیگه برم اینو درم لباسامو بپوشم. یه چند تا ویدیو شورتس میخوام بگیرم برای یوتیوب، قبل از روشن این ولاگ اونا رو میذارم. و اینکه بچه‌ها یه ژورنالم نوشتم، دوست داشتم که بهتون نشون بدم. صبر کنین، این دفتر ژورنالمه که اینو هدیه گرفتم. So cool. واقعا باحاله. ژورنال نویسی باید این شکلی باشه. و حالا من قراره که این خونه ها رو پر کنم. مثلا اینجا می‌نویسم برو وقت ناخن، اینجا می‌نویسم برو مثلا ارتودنسی. البته من ارتودنسیامو دیگه باز کردم ولی باید برم واسه عکس و چکاپ و اینا. و اینکه اینورم اهداف این ماهمو نوشتم. اگه بخوام از اهداف مثبتم بهتون بگم که حالا یه چیزایی یاد بگیرین یا انجام بدین، مثل اینه که نوشتم که انجام 3 روز یوگا و بعد از یوگا انجام تمرینات 180. من میخوام بتونم 180 باز کنم و اینو باید 30 روز فکر کنم تمرین داره. روی یوتیوب هم سرچ کنین میتونین راحت یاد بگیرین که 180 باز کنین. حالا من قراره که این ماه شروع کنم از فردا، احتمالاً توی ویدیو هم نشونش بدم. یه دونه نوشتم که انجام 2 روز مدیتیشن. حالا چرا 2 روز؟ چون که من دیگه تازه مدیتیشن رو شروع کردم و یه ذره برام سخته و نمیخوام خودم رو اذیت کنم. 2 روزم اینجا نوشتم، حالا تا 10 روزم ممکنه بره، ولی 2 روز رو نوشتم که حالا این 2 روز رو تیک بزنم، حس خوبی بگیرم دیگه. و اینکه از اهداف دیگه تمام کردن 2 تا کتاب و خلاصه نویسی از یکی از این 2 تا کتابی که خوندم. دیدن فیلم ویکتوریایی یا فانتزی، از اینایی که مثلا چه میدونم لباسای پاپ میپوشن مال زمان قدیم فرانسه و ایناه. و تو اهداف ماه آینده هم گذاشتم که 3 روز 5 صبح بیدار شم. حالا فعلا ژورنال اون رو ننوشتم ولی یه جا دیگه اهدافش رو نوشتم. حالا ببینیم که میتونیم 3 روز 5 صبح باشیم یا نه، با هم میبینیم حالا تو بلاک های بعدی. الان برم لباسامو عوض کنم و بیام دیگه. همین. خب دیگه من آماده شدم. ساعت 4 باید اونجا باشم. الان ساعت 3:53 است. خیلی زود دارم میرم واقعا. تیپ کلی این بچه‌ها این شکلی شد. چطورین؟ صبحتون بخیر. من آماده شدم، میخوام برم کتابخونه و اصل کتابی که از کتابخونه گرفتم و بهشون پس بدم. تا جایی که امکان داره میخوام دیگه کتاب بر ندارم چون که خیلی دوره کتابخونه بهمون، اما نمیدونم میتونم مقاومت کنم یا نه. فضای کتابخونه‌ش هم خیلی فضای خیلی جالبیه و حالا بهتون نشون میدم که فضاشون اینا چجوریه. جاستس با هرچه سریعتر برم، دیرم هم شده. حتی 3 تا کتابی که از کتابخونه گرفتم و میذارم توی کیفم، کارت بانکی و کارت کتابخونه‌م هم با خودم برمیدارم. یه عینک آفتابی برای اینکه نزنیمش. بریم که داشته باشیم.
برگشتم خونه، لباسمو عوض کردم، به گربه غذا دادم و باورم نمیشه از صبح هیچی جز شیر کاکائو نخوردم و این گوشوارمو یادم رفته درارم. نمیدونم چرا اصلا راحت نبود تو گوشم. و اما میرسیم به 2 تا کتابی که من از کتابخونه گرفتم. اولیش رمان کسی میآیده که حتما نظرمو بهتون میگم راجبش. فکر میکنم خیلی جالب باشه. یه چند صفحه ازش خوندم. کلا امروز خیلی طول کشید کتابمو انتخاب کنم چون که کلا داشتم ازشون میخوندم و هر کتابی که فکر میکردم به نظرم جالب نیست رو اسکیپ میکردم و خیلی طول کشید. اینم گرفته بودم بخورم اما میبینین که هنوز از صبح گشتم. و کتاب دومی که گرفتم 25 اصل حیاتی موفقیته که حس میکنم خیلی به کتاب انگیزشی نیاز داشتم. الان میخوام نهار بخورم و بعدش با خونه رو یکم مرتب کنم. خیلی سریع میخوام برم سراغ این کتابا ببینم که چطورین و اینا و اینکه بعدش باید به لباسی که فردا میخوام بپوشم فکر کنم. فردا قراره که برم افتتاحیه سالن عمم و باید یه لباس مناسب براش پیدا کنم بین لباسام. حالا بهتون نشونم میدم. جاستس الان دیگه واقعا خیلی سریع باید برم نهار بخورم. ساعت 3 و من هیچ کاری نکردم. میبینمتون. الو 1 2 3 سلام بچه‌ها چطورین؟ من الان فیلتر گذاشتم و فکر نکنین الان همیشه اینقدر پرفکتم چون این موجه الی که اول ویدیو بهتون نشون داده بودم خیلی بد وای میسته. اصلا من حالا قیچیش کردم یه ذره بهتره. حالا اینا رو ول کنین. من از روز افتتاحیه نتونستم هیچی بگیرم چون که اصلا خیلی سرمون شلوغ بود. پذیرایی بکن، ویدیو بگیر، بعد مثلا کلی داوسمش رو عکس گرفتیم که اینجا براتون الان میذارم نگاه کنیم بعد بیام ادامه حرفامو بهتون بگم. خلاصه یکم از عکس‌ها رو دیدیم. من بهتون قول میدم که سالن رو حتما بهتون نشون میدم چون از این به بعد هفته 2 روز یا هفته 1 روزشو من اونجا میخوام که برای پیجم من محتوا سازی کنم که پیجش بیاد بالا و همین دیگه باید تانتون برم اونجا. و بچه اینم بهتون بگم که توی بلاگ بعدی قراره که تابلو آرزوها درست کنیم. یه چند تا وسیله برای اتاقم بگیرم و کلا دیگه میخوام شروع کنم دیگه اونجا. تو این نشد ولی تو اون شروع میکنم. اینم از پایان ولاگ. خیلی دوست داشتم که طولانی ترش کنم اما میخوام ببینم که بازدهیتون نسبت به ولاگا چطوریه. اگه دوستش داشتین بچه‌ها حتما لطفتون رو دریغ نکنین. روزها شاید من ویدیو گرفتم ادیت کردم و دوست دارم که کارم نتیجه بده. بعد کلا بچهای یوتیوب خیلی فرشتن، حمایت کردن، خیلی دوستتون دارم. واقعا از توی کامنت ها این علاقه ها رو میبینم. شاید مثلا 2% میان هیت بدن، اونم از اینستا باور کن از اینستا اومدن. اصلا بچهای یوتیوب تو یه لول دیگه خیلی متمدنن. به هر حال امیدوارم که دوست داشته باشین. موچ بهتون. موچم از یه بلاگر یاد گرفت. بلاگر؟ واقعا دوست دارم اینطوری حرف بزنم مثلا میاد دیگه. حالا نمیخواستم بگم بلاگر، میخواستم بلاگر. حالا اینم از اونها یاد گرفتم دیگه میگم دست خودم نیست. و اینکه همین کانالمو سابسکرایب کنین. موچ بهتون. خدافظ.